نور خاموش شد و حقیقت تازه شروع کرد به حرف زدن. ساعت 8 شب ساختمونی توی شمال تهران، ساکنان طبقه سوم صدای فریاد کوتاهی از آسانسور میشنون، اما فکر میکنن کسی از ترس تاریکی جیغ زده. 2 ساعت بعد نگهبان ساختمون دکمه آسانسور رو میزنه، ولی در که باز میشه صحنه جلو چشمش میاد که تا آخر عمر یادش نمیره. مرد حدوداً 40 ساله روی زمین افتاده، چاقو هنوز داخل قفسه سینه‌شه و روی دکمه طبقه 5 لکه‌ای از خون خوش شده. پلیس به سرعت وارد ماجرا میشه. هیچ رد پایی، هیچ اثر انگشتی، هیچ دوربینی داخل آسانسور کار نمی‌کرده. فقط یه سرنخ وجود داشت. یک تار مو بین دکمه‌های آسانسور گیر کرده بود. کاراگاه حسینی مسئول پرونده میشه. با بررسی دی ان ای مشخص میشه که مو متعلق به یک زن بوده، اما هیچ کس توی اون ساختمون زنی رو با همچین مشخصاتی نمیشناخت. تحقیقات تا 3 روز متوقف میشه تا اینکه مأمور آگاهی تو بازرسی خودروی مقتول یک کیف دستی پیدا میکنه. داخلش یک کارت پرواز از تهران به استانبول به نام ندا. ندا چند ماه قبل به ترکیه مهاجرت کرده بود، ولی توی یکی از دوربین‌های خیابون ولیعصر 3 روز قبل از قتل دیده میشه، در حالی که سوار ماشین مقتول شده. پلیس با همکاری اینترپل رد ندا رو تو فرودگاه استانبول میگیره. تو بازجویی اول منکر همه چیز میشه، اما بعد از دیدن عکس تار مو فقط یک جمله میگه. اون گفت منو ول میکنی؟ منم گفتم فقط یک بار، بالاخره تو رو پایین میکشم. ندا عاشق مقتول بوده، اما مرد قصد داشت با یکی دیگه ازدواج کنه. همون شب قرار میذارن به عنوان آخرین صحبت داخل آسانسور و همونجا خشم و عشق توی چند ثانیه با هم یکی میشن. پلیس بعدها فهمید دوربین‌های طبقه 4 از کار افتاده بودن، چون خود ندا روز قبل با لباس کار وارد ساختمون شده بود و سیم‌ها رو قطع کرده بود. برنامه ریزی دقیق، اما فقط یه اشتباه کوچیک. یک تار مو